خوشبو یک نورسی توجیک 9 سال دارد و گهگاهی برای تلبندگی به خیابان میبراید. او پدر ندارد و همراه با یک دختر 5 ساله و بیبی و مادرش در خانه اجاره به سختی روز پیش میبرند. 2 سال پیش در پی یک صدمه نقلیاتی این نورس قسمی از انگشتان دستش را از دست داده، اینچنین در پی ضرب خوردن سر بینایی چشمش نیز سست شده است. ناعلاجی و پیدا نکردن پول او را مجبور کرد تا به خیابان براید. برای جراحی به $2,500 نیاز دارد. ماشین زدگی ماشین زد بعد زدن ماشین دست. ماشین زد بعد هم خیلی بیمار شدی ها؟ کجا اساسا بیمار شد؟ سرم و چشمم. سرم کی بیماری وزمین شد. ما با خوشبو روز 6 نوامبر در نزد مسجد محله 65 شهر دوشنبه واخوردیم. اما باشم یگون آدمی اردم شکنه خاک اقلن یا آبشیزی چوبتیم خراکشونه میرسه کوارتیره زورشونه میرسه اما 10-15 سون کار میکنه کتاب شب خره ایرم امروز مجبور وردم گریسته اومد. خودش آمدن نمیخواه؟ نه ایزان میکش میگه نمیخرم هیچی نمیره. اما مقامات نه همه نورسان تلبنده را به مثل خوشبو احتیاجمند میدانند. مقامات بر این نظرند که اکثر کودکان به خاطر بیدار کردن رحم مردم از جانب والدین به گدایی جلب می شوند. حتی نورسان لولی هم به خاطر جلب توجه خود را معیوب و بیکس به نمایش می گذارند. بسیار از این روز دیگه عادت کردن و نموزن اکثریت سطح زندگیشون و این مردم هم بالاتر است. نیکه که عادت کرده در اینجا جمع گیر میکنن خودشون از سر تو دیگه پدر مادر مجبور میکنه خانه چی ندارن ممکن خوردنی پول اما پدر مادر میگه درا پول بیار من چیز خرم خورد و فکرم هم خیلی خیلی که شرایطشون مجبور میشن اگر یه چیزی رو شما دیگه میتونه خانه دیگه چیز مجبور میشه برای حالا پس از رید وزارت کارهای داخلی تاجیکستان، نورسان تلبنده در خیابان‌های دوشنبه خیلی کم به نظر می رسند. اما به نظر روانشناسان ترک عادت برای چنین نورسان به آسانی دست نمی دهد. زیرا دوره اولی که کودک با مثلا گدایی می برد اول شرم می دارد، اول نسبت یعنی مثلا فعالیت نفرت دارد. آهسته آهسته برآورد ایام عادت میکند و این عادت مثل یک رفلکس شرطی همیشه در کودک باقی میماند و ممکن است که تا آخر حیات برای به فعالیت درست و مثلا فعالیتی به طور جمعیتی دست دادن کودک همیشه به او جهت روانی مانعی پیدا شود. در ضمن وزارت کارهای داخلی تاجیکستان چند پیش در پی یک رید بیش از 600 نورسی به تلبندگی مشغول بوده را برای شناسایی و آموزشی وضع زندگی بازداشت کرد. برخی از والدین را نیز برای تشویق فرزندش به تلبندگی و دور کردن آنها از تحصیل جریمه کرده است. طبق تحقیقاتی که سازمان‌های جمعیتی انجام دادند، در اکثری جلب کردن کودکان به تلبندگی مهنت مجبوری دیده می شود. تا چند سال پیش در خیابان‌های شهرهای بزرگ تاجیکستان تنها تلبندگی بزرگسالان و کودکان لولیتبار که تلبندگی را کسب اجدادی می دانند به نظر می رسید. اما پس از جنگ شهروندی صدها نورس به مثل خوشبو برای تلبندگی به خیابان‌ها ریختند که هر نفر برای این عمل دلیل خود را دارد.